پای 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 پای. دیگه خیر دیانار گرمی در ندی. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید. خوشم دیدین در برنامه امروزیز ما. دوستان دیگه امرکم که وشنید هر سه ما در بیرونیم دیگه. گرمیه دیگه، ساعت 3-4 بجه روزه دیگه. بابای دیانا جان از کار آمد، گفتیم بریم که امروز در مارکت خرید کنیم دیگه. شما دوستا ویدر قدر ما سهل کن که ما ماری چیز خل میخریم و چیز خرید منیم. اینال بابای دیانا جان در شما سلام منه. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشین در هر گوشه کنار زی کره زمین که هستین. دوستا خوش آمدین در این برنامه از ما. دوستا قدما یک جای ویدیو را بیننده باشین که امروز ما مریم مارکت چی میخریم و میاریم دیگه. دی گرمی خوب به درد میخوره. ره دیگه مجبوریم دیگه تا تو در کار ماری اینال بریم خرید کنیم. نه دیانا؟ دیانا جان یک سلام کنو. سلام کنم بی سلام که سلام. دوستا دیگه از این چیز بدک بگیریم و بریم بخیر که خرید کنیم. دیگه دوستا اینیاش کسا تربوز چکیده و خربوزه چکیده آماده بوده اینیاش. توپ میگیری دیانا؟ توپ را خیلی دوست داره او. بستنی نمیگیری؟ بچه از کجا بگیرم؟ ایناش چیپس ها دیگه هر کس خورد. یه منجی میلم. آره منجی میلم بستنی سیل کنم. از کجا بستنی می؟ آه بیگر مقصد که برده تا نیستی. برده بیتنی مقصد بیا دیست بیده. بیگر نردی منجی ساچه بابا آو بگیره. ناش چطور واس کده؟ دانه ای؟ بس دیگه ريتا انا بس لا بردمش دیگه چیز بستنی از کجا بگیریم؟
اینجا بازیچه دیگه. نه بستنی اینجا هست. همین بستنی موز والای نه؟ هیچ میوه‌ای ازش خوش ندارم من. همین وسط خوب شه یعنی یعنی صبر خیتر دیگه هست. همزور ازش کم رستو آورده دیم زونیه مگر. اینجاش نوشته دانش. 3 دانه. صاف کنی برو والی صاف کدی. بیگر هر میگری یا چیز اور میگری نه اور تو بگر روز زیاده. ها؟ یا نه تو بستنی گرفته؟ تو بس آیسکریم گرفته بل देखो تو کپورتا نکنی خو ما کم بگر خو آفرین دیره آفرین دیره گرمی مست امروز کالسکت را ناوردیم که تو را در 5 میشتیم خوب راحت بودی حال دیگر تو را بغل گده ببرم تو خانه را گرمی مست بابا تو تیز مرایت مطل از مستورید نه آره اگه نه او اربعش کسه زود مره نه نوشیو یک ما شد یا نشد های دی تاش خسته شدم باری تو خطا نشنی خواه بستنی اینزور میگرفتی بیادی بودیم تا برتا همیشه از کرد خواه تو نم کار نکش سبا دل پس میده پس می برید اون نمرختر گرمیه
دوستا اینی هم از آب که ما رفتیم آوردیم 10 بسته دیگه. آبش خوشمزه است، سندانه دینزی نام است. هر کس که خواست میتونه که با خیال راحت بره، بخاطر که آبش خیلی خوشمزه است. دیگه بستنیش در یخچال بلیم. دوستا عزیز ما رفتیم در مارکت دیگه. آب لازم داشتیم، آب خورده دیگه. خدا چون دیدیم که ما رفتیم در مارکت دیگه 10 بسته آب گرفتیم و نمو به مدت 15 الی 20 روز بسه دیگه سودار خرید را گست بابای دیانا جان از مارکت دیگه میره دیگه، از خاطر که اینی آب زیاده همزی بالای خانه ماری میری چون نزدیک دیگه آبان چه مسایه دیگه. بابای دیانا جان همراه دیانا جان رفته که امو پرل را یا امو که داخل چه آورده دی گاردیش را به اصطلاح برو پس بیده دیگه. ما آمدم در خانه آب را بردم از داخل اسانسور آوردم در داخل خانه اشتم دیگه. حالا اینج کسته نان ترونم دیگه. غیر نان گفتم که تا بابای دیانا جان میام ما نان را آماده کنم که بخیر نان را نوشیجان کنیم. شما ویدیو رو از ما تا آخر سعی کن دیگه که با هم یک جای نان بخوری. و دلیل از که ما آب از بیرون میریم از مارکت میریم مخریم دلیل چیه که آبی که در نل میه آب صاف است ولی زیاد خوشمزه نیه. مثلا آبشی که مثلا آدم بخوره دیگه تا صبح چای می خورده نمیشه دیگه. از خاطر همزو اینی آب را ماریم از مارکت میریم. آبش خیلی خوشمزه دیگه. در مارکت هم کسی رقم آب دیگه. بعضی های شیرین بعضی هایش کسی که مخریم به اصطلاح شلته چند مزه خاص نداره و خوش دم نمیه. آب شلته فکر مینه که چند سال است که در داخل بوتر دم مانده دیگه. از خاطر همزو کسته زمانی که بابای دیانا جان نمزی آب آورد دیگه خوردیم که خوشمزه بود. از اون خاطر دیگه همیشه نمزی آب میریم گرچه یا خورده قیمت است ولی ارزشی داره دیگه که نمزی آب بخوریم. دوستا کسایی که نونوی ریزد را یا تازه نونویش تولد میشه شما میتونین که زمین آب که ما آورده نمزی آب استفاده کنین بخاطر که زمانی که دیانا جان تازه تولد شدد از خاطر امزو کسته دکتر میگفت که زمانی که شما شیر خشک ترمیم میدین باید نمزی آب ترکن قنجگیش مثلا اول جوش کن بعد ازو بذاریم که یخش نه بعد ازو شیرش را ترکن دیانا جان را بدین دیگه. نمزی آب گفتن ما را بدین دیگه. وقتی که بابای دیانا جان آوردن خودمون ما خوردیم که آبش خیلی آب تازه خوشمزه دیگه. امزو خاطر کسته نه خودمونم همیشه نمزو آب خورده مثلا که بجوز چای آب خوردن از ما همیشه قاوی یخ بختیم و نمزو آب بختیم دیگه. شما دوستان که مثلا نونوی ریزه دارین یا مثلا میتونین که کلانایش هم نمزی آب استفاده کنین. آبش کیفیتش خیلی بالا درسته که یک خورده قیمت است ولی ارزش قیمتیش داره. حداقل در تابستان گرم آدم یک آب بخوره که دل آدم تازه شنه و از خوردن که کیف کنیم. و ویدیو رو سعی کنین که من نان را آماده کنم با هم یک جای نان بخورم.
عزیز ما نان را نوشیجان کردیم، جای شما عزیزا خالی. دیگه من نتونستم که ادامه ویدیو را برای شما دوستا بگیرم و جریان نام خورده به خاطر که بلده بابای دیانا جان ناوقت میشد، باید بابای دیانا جان نان تیسیز مخورد و ما رفت سر کار. از اون خاطر دیگه من ادامه ویدیو رو نگرفتم. عزیز این بود برنامه امروزی ما. تا ویدیوی بعد شما رو با خداوند پاک به نیاز میسپارم. وقتتان خوش، خدا یار و مددگارتان. دوستا بای بای. دوستای عزیز بای بای. دوستای عزیز بای بای. دوستان لایک و سابسکرایب کنید.